سلام مشتریان عزیز، ما میخواهیم طرز استفاده ATM کارت به شما راهنمایی کنیم تا در موقع برداشت پول دچار مشکل نشوید. دیره که در قسمت بالایی کارت شما نشانی شده وارد ماشین میسازیم. بعد از چند لحظه کارت دوباره میکشیم. صفحه جدید باز میشه. دکمه لسان انتخاب میکنیم. در این قسمت رمز یا پسورد 4 رقمی خود وارد میسازیم. رمز ما هست 4 3 2 1. منتظر می باشیم. صفحه جدید باز میشه. در این قسمت دکمه برداشت پول فشار میدیم. صفحه جدید باز میشه. ما باید نوعیت حساب خود انتخاب کنیم که حساب ما جاری است یا پسنداز. حساب ما است جاری. دکمه حساب جاری را فشار میتم. صفحه جدید باز میشه. در این قسمت نوعیت پولی که میگیریم انتخاب میکنیم. حساب ما هست افغانی. دکمه افغانی را فشار میتم. صفحه جدید باز میشه. در این قسمت ماشین مبالغ مختلف به ما پیشنهاد میکنه که مبلغ 500 افغانی، 1000 افغانی، 3000 افغانی و 5000 افغانی. ما 2000 افغانی ضرورت دارم. بنابراین ما دکمه مبلغ دیگر را فشار میتم. صفحه جدید باز میشه. باز هم ماشین چند پیشنهاد دیگه میده. 10000 افغانی، 12500 افغانی، 15000 افغانی. هیچ کدام این مبالغ انتخاب نمی کنم به خاطر که من 2000 افغانی ضرورت دارم. باز هم من دکمه مبلغ دیگر را فشار میتم. صفحه جدید باز میشه. در این قسمت هر مبلغی که ضرورت دارم نوشته میکنم. 2000 افغانی. حالا دکمه ادامه را فشار میتم. صفحه جدید باز میشه. در این قسمت ماشین از ما پرسان میکنه رسید پول میخوایی یا نه؟ بله، رسید هم میخوایم. دکمه بله را فشار میتم. منتظر میباشم. بله، 2000 افغانی از ماشین برآمد. همچنان رسید پول هم چاپ شد.